با سلام خدمت دوستان گرامی. تو این روزا که کم فشار آب کمه باعث میشه که آب گرم بعضی خونه ها کم باشه. اگر که احتمالا گرفتگی از رادیاتور پکیج میتونه باشه یا مسیر. اگر که خروجی آب گرم رو باز کردین و دیدین فشار زیر پکیج خوبه، گرفتگی از مسیر لوله ها می باشه که حالا تو این هزینه های گرون و چیز اینا نمیدونم شاید به صرفه تر باشید براتون این کار انجام بدین خودتون تو خونه. لوله برمیداریم، سرش حدیده میکنیم و بس میکنیم به ورودی آب گرمی که میره داخل ساختمان. خب ما الان میخوایم شیر زیر ظرفشویی یا گچی زدایش کنیم. مایع جرمگی را با یه چیزی داخل لوله پمپ میکنیم، بعد میبندیم. این قسمت من یه زانو زدم، یه مغزی شیر برداشتم، یه والو زدم سرش و بعد به وسیله تلمبه اینا بادش کردم که این مایع جرمگیر با فشار داخل لوله ها پمپ بشه. خب حالا از اون طرف زیرش ظرفشویی هم میخوام نشونتون بدم که ببینید اونجا به چه شکل باید کار انجام بدیم. خب دوستان، اینجا شیر پیسپا را باز میکنیم. اینجا یه فیلتر داره، توری داره که الان توریش از دست من افتاد. یه توری داره، این توری در میاریم و شیر پیسپا را میبندیم. شیر زیر پیسپا رو میبندیم و بعد که اگر تیکه های بزرگ از داخل لوله کنده شد، مسیر باز باشه برای خروج تیکه های بزرگ از پیسپا. اینجوری میتونید جرمگیری کنید مسیر لوله هاتون. البته برای ظرفشویی یک بار جدا باید انجام بدین، برای دستشویی آب گرم دستشویی مجددا یه بار جدا باید این کار انجام بدین و حمام هم جداگونه این کار انجام بدین. با تشکر از لایک و سیو این ویدیو.